درس نوبتی ما درباره سکونجای مانند خصوصیت ناوی سکونجای مانند از روی سوال دیده برای چرا که میبینه یک سکونجای کلان داشته است و یک سکونجای مایده و ما باید x رو یابیم. x رو از ما میپرسد. پس این رو کار کردن بیایم به خاطر بیاریم کدام سکونجای خصوصیت دومی سکونجای مانند رو. خصوصیت دومی سکونجای مانند چی است؟ اگر من دو سکونجه داشته باشم و در این دو سکونجه این خصوصیت دوم یک کنجی یک خیله اگر باشد، مثلا فکر کردیم کنجی B با کنجی F دوم سکونجه یک خیله است و طرفهایی که این دو سکونجه رو تشکیل میکنند در سکونجه کلان AB و BC در سکونجه مایده DF و EF. طرفهایی که این دو کنج رو تشکیل میکنند اگر کرتی یکدیگر باشند این دو سکونجه مانند است. یعنی این چه معنی دارد؟ در سکونجه کلان کنجی B رو طرفی AB اگر این کرتی طرفی DF باشد و اینها البته برابرند به طرفی دومی سکونجه که کنج رو تشکیل BC کرتی EF باشد، یعنی با یک رقم برابر، این دو سکونجه مانند نباشد. بیا اکنون به سوال خود بیاییم و این رو از نظر گذرانیم. چکاری که میبینید اول من باید یک کنجی مانند رو یابم. کنجی مانند چی شدنش ممکن؟ البته که حرفای دو سکونجه دارم ADE و ABC. بیاین طرف ها رو مونیم. طرف ها چی میشن؟ 6 4 و X. سکونجه کلان باشد 8 12 و 10. اول باید گویم که این دو سکونجه مانند است. برای همین چیزی که گفتیم من باید یک کنجی مانند یابم. البته این کنجی A است. برای هر دو سکونجه یک کنجی است. من باید کرت‌های طرف‌های این کنج رو تشکیل کننده رو باید مقایسه کنم. میبینیم 4 دارم و 6 دارم، در اینجا 8 دارم و 12 دارم. بین آنها علاقه است؟ هست. چه علاقه است؟ سکونجه کلان طرف‌ها از سکونجه مایده طرف‌ها دو مرتبه درازتر است. 4 8 شد 2 مرتبه دراز است ضرب 2 و 6 هم 12 هم این هم ضرب 2 مرتبه دراز است. یعنی یک کنج مانند یافتم و طرف‌های آن تشکیل کننده همکارتی یکدیگر هستند. این دو سکونجه مانند است و می نویسم طرف‌ها رو کسری طرف‌ها رو چقدر می نویسم؟ یعنی از سکونجه مایده A تقسیم سکونجه کلان AB طرفی مانندی همکارته AD با طرفی AC و سوم طرف هم باید همکارتی یکدیگر باشند. این D از سکونجه مایده که سر کردم به BC. رقم ها رو اگر مونم جای همین درازی طرف ها A1 چند بود؟ 4 AB 8 برابر است به AD این 6 AC 12 D X باید یابیم و BC 10 است. سه کسب دارم برابر است یگان دوی آنها رو استفاده برده من X رو یافته میتونم. بیاین دو کسر آخری رو استفاده بریم. تناسب رو کار میکنیم با یاری تناسب 12 ضرب X برابر است به 6 ضرب 10 و از اینجا محتمل میتونم که X برابر است به 5. X برابر 5 است. چه دو مرتبه درازتر سکونجه کلان از مایده.